دوستان عزیز درود. چند پیش البته یک خبری بزرگی ترانسفری در عالم فوتبال به میان آمد و این هم خریداری دروازه‌بان نوی PSG لوک شوالیه برای عوض 40 میلیون یورو از لیل است. PSG بدون که دروازه‌بان نو خرید برای دوناروما گفت که او رقم اول نخواهد بود و البته مدوی صفانو نیز به زودی دست را ترک خواهد کرد. ما زیاد در سامانه نبودیم و در مورد ترانسفر ها سخن نگفته بودیم و این باید گفت که ببینید کسی تصور هم نمیکرد که لوکا شوالیه دروازه‌بانی خواهد بود که بهترین دروازه‌بان یورو 2020 را به دست میکند و با احتمالات زیاد چگونه که فابریسیو رومانو گفت دوناروما بعد از آنکه که هیئت اساسی PSG در سوپر جام اروپا شامل نشد انیق از دست می رود یا این تابستان یا تابستان سال 26 به پول. ببینید تقدیر نفری که از برای پول شده سال 21 میلان خودی را به PSG عوض کرد، اکنون باز هم از برای به موافقه نرسیدن در مورد شرطنامه نو PSG را نیز با احتمالات زیاد ترک میکند. قضیه ساز نگرفتن PSG و دوناروما در آن است که او میخواست سالانه 12 میلیون یورو بگیرد ولی PSG باشد میخواد برایش 8 میلیون یورو معاش کند در حالی که عین حال او 10 میلیون یورو معاش میگیرد. خلاص که PSG اکنون دروازه‌بان نو دارد، دوناروما میتواند به پول از دست سال آینده رود و در حالی که مدوی صفانو نیز با احتمالات زیاد میتواند دست را ترک کند، زیرا آنها دفاعگر اوکراینی ایلیا زبارنی را از بورنموت آوردند. بورنموت الکی این تابستان بیش از 200 میلیون یورو از فروش سه دفاعگر خویش کار کرد. دین هیسن و ریال مادرید رفت، ایلیا زبارنی را PSG خریداری کرد و میلوش کرکز را باشد لیورپول به دست آورد. اینو میگویند سومکارکنی ساز از جانب دسته انگلیسی. ولی چطوری میگویند اکنون لوکا شوالیه چگونه گفتیم دروازه‌بان 23 ساله برای عوض 40 میلیون یورو از لیل به PSG آمد. او دروازه‌بان رقم اول می شود. دروازه‌بان 19 ساله دیگر که PSG به دست آورد دروازه‌بان دوم خواهد شد و با احتمالات زیاد از برای دفاعگر چون زبرنی شده مدوی صفانو نیز به زودی یا به اجاره می رود یا نوبست از آنه که او نمیخواد از پاریژ رفتن دسته دیگر پیدا میکند. خلاص که PSG اکنون از دوناروما نیز به زودی خلاص شده نیست، زیرا دوناروما چگونه ای که در هفته موسم قبلی دیدیم میتواند افزای دست را ویران کردن و البته در مورد موسم قبلی نیز انریکو چند بار او را در کرسی احتیاطی شناند و برایش گفت که در اینجا دسته یک خواهد بود، نه اینکه ستاره‌ای به مثل امباپه و دوناروما باید فضای دست را ویران کند و به خیالم این کاری درست هم است، زیرا دوناروما میتواند گپی زیادتی زند، دوناروما میتوانست فضای دست را ویران کند و از این رو دروازه‌بان جوانتر دروازه‌بان آرامتر آوردند و به دوناروما جواب خیر و خوش میگویند و مدوی صفانو باشد برای آنها در کار نخواهد بود، در حالی که آنها دروازه‌بان چقانتر، دروازه‌بان ساز، دروازه‌بان گران ارزش و آینده دار آوردند و البته اینجا انتخاب به جانب ایلیا زبارنی شد، دفاعگری که واقعا هم خود را در بورنموت در برابر کرکز و هیسن خوب نشان داد و در حالی که برای PSG کوادروپل کمی کرد، آنها با زبارنی و دیگران میتوانند موسم آینده را نیز موسم نو را نیز به خوبی آغاز کنند و اینها بودند آخرین خبرهای بحث برانگیز از فضای ترانسفری فوتبال اروپا. با خبرهای دیگری فوتبال اروپایی شما را آگاه خواهیم کرد. خیر.